سلام به دوستان عزیزم. امروز میخوایم با هم یه ساندویچ فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم که هر کسی این ساندویچ رو درست کنه خوردنش سیر نمیشه. برای درست کردن این ساندویچ خوشمزه نیاز داریم به تعدادی خیارشور. به این صورت همه خیارشورها رو رنده میکنیم تا آماده کنیم برای داخل ساندویچ. بعد از اینکه همه خیارشورها به این صورت رنده شد، حالا نوبت میرسه به اسلایس کردن قارچ ها. قارچ هایی که داشتیم رو به این صورت اسلایسشون میکنیم و آماده میکنیم برای تفت دادن داخل مواد ساندویچمون. همه قارچ ها رو به این صورت که میبینید همه رو ریز میکنیم و آماده میکنیم برای سرخ شدن. حالا چیپس های خلالیمون رو به خیارشوری که رنده کرده بودیم اضافه کرده. بعد از اون پنیر پیتزا رو اضافه میکنیم. مقداری نمک بهش اضافه کرده. بعد فلفل سیاه و آویشن. قارچ هایی هم که سرخ کردیم رو بهش اضافه میکنیم. سس خردل بهش میزنیم و چند قاشق سس مایونز بهش اضافه میکنیم و موادمون رو کاملا با هم مخلوط میکنیم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط بشه. نون باگتمون رو سر و تهش رو میزنیم همونطور که دارید میبینید و از وسط باز میکنیم و با یه وردنه کاملا داخل نون باگتمون رو صاف میکنیم که یک دست بشه. بعد از این مرحله از موادی که آماده کرده بودیم رو داخل نون باگتمون میریزیم. وقتی به این صورت پر از مواد کردیم داخل نونمون رو، حالا یک طرفش رو گوجه های خلالی شده ورقه های ژامبونمون رو داخل ساندویچ میچینیم. دوباره از موادمون داخل ساندویچ میریزیم. همینطور که دارید میبینید به این صورت از موادمون داخل ساندویچ میریزیم. بعد از این مرحله فویلمون رو به این شکل برش میدیم. ساندویچمون رو داخل فویل گذاشته به این صورت ساندویچمون رو میبندیم و فویل رو به ساندویچمون میپیچونیم. کاملا دو طرف فویلمون رو میبندیم. اگه از اینطور ویدیوها خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. من رو به دوستاتون معرفی کنید و حمایتم کنید. ساندویچمون رو به مدت 15 دقیقه داخل فر قرار میدیم. ساندویچمون آماده شد. امیدوارم این ساندویچ خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. نوش جانتون.